جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده. السلام علیکم مخلصان عزیز، تماشابینان جمعی تبریکاتی شهنان. امروز جمعی ما در باغ نعیم بابا برای تبریک کردن نبیره‌شان عزیز جان حاضر هستیم. از نام پدر مادر، از نام آنا جان و بابا جان، از نام تمامی همسنفان تبریک میگویم. الله لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. دوستان همسنفانی عزیز جان، جوره ها همه شما به امروز روزی خورسندی زادروزی عزیز جان خوش آمدتان میگویم. امروز بلندتر قرصک میزنیم، سرا برای عزیز جان پیشنهاد تکلیف میکنیم. مرحبا عزیز جان، همراهی نعیم بابا و نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبا. نعیم بابا بیت شما هم چون روز آدرس پیمان هم هستیم یا جوره جانیمی. عزیز جان زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگویم. امروز شنبه در آمدن این کس انیقمی جشن زادروز مبارک، میلاد عمر مبارک باد باشد. امروز از نام بابا جان، از نام آنا جان ها، از نام پدر مادر، از نام رحیمکه بهارایتی، نعیم بابا، مایرا خاله، موجوده خاله، از نام تمام دوستان و همسنفان تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشه. چخیلی که من با یک آرزوهای پدر مادر، با یک دعای نیک کلان سالان صاحب عنوان طلبگی شدید در دانشگاه دولتی، صاحب این خیلی علم، صاحب این خیلی مرتبه گشتید. برای شما از درون اینقدر جوانان شما انتخاب شده با امر پروردگار صاحب منکس شده ایستادید. خدا کند که بعد از ختم دانشگاه و کارهای پرشرفترین وظیفه دار شده نامبردار فخر همین اهالی که عزیزمان باشید. امروز زادروزتان مبارک. از نام بابا جان، از نام اهل عائله، از نام همسنفان تبریک میگویم. میگویند چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. من امروز خیلی که همه همسنفان برای تبریک شمایان آمادگی من در اینجا با یک هزینه شوخی ها امروز همراه شما هستند. البته بعد از چند سالها این لحظه ها رو میبینید و خاطر رسان میکنید. بعد که همه شمایان صاحب کسب، صاحب عنوان، صاحب مرتبه شدید، از پس زندگی رفتید، این خیلی لحظه های خاطرمان به غمی جوانی رو یاد میکنید و از این نوارها یادآوری میکنید که الان خیلی در جشن زادروزی عزیزان نشسته بودیم و آن ویدیورالیکش تیار است گفتن. امروز شما تبریک میکنیم. از نام پدرتان، از نام آنا جان، از نام مادر جانتان، از نام باز آنا جان عزیزتان تبریک میگویم. میخواهم آسمان ماند برایت،
بخواهم آسمان ماند برآید زمانی گلفشان ماند برآید بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برآید میگویند پدر کلیدی تمامی هستی و بود و نبود فرزند است. امروز پدر عزیز برای شما برای انمی اهل عائله مهنت میکنند مهنتی حلال میکنند و شمایان را میخواهند صاحب معلومات عالی شوید و نامبردار و فخری ان همین اهالی ازبکستان عزیزمان باشید. امروز زادروزتان مبارک. میخواستیم یک تا نیت‌های نو زندگی کانال سالان را شنویم. نعیم بابا مرحبا. امروز روزی نبره روزی نفت خوشندی ایران همین مقتوی اولیا نقص تمام کنه آینده با کروی نقص بدوره همسیفان عزیز جان هم یکاتون خوش آمده نوری دیده تاج سر هم یکاتون الهی مکتبکای نقص بدوره کارهای نقص بدوره در سر ما عزیز جان ساق سلامت باشه در سر بدده بیر ساق سلامت باشه مکتبکا نقص که تمام کرده ارمیه برفته خدمت پدر مادر باشه الهی کجای باشه ساق باش عزیز جان. السلام علیکم مهمان ها و همسیفان اکجوما الهی مکم سر بدرویان سر دادم و بیم و اونم و بابام و ساق سلامت گردن الهی تایی دلش با چی آرزو نیت باشه الهی همش اجابت شد. سر بدرون اکم Agaka sona sabir nek saat padure. رحمت برابر شما پیمان جان مرحمت داستان بابا جان کنینو همه یک جای تکلیف میکنیم یک تا نیت‌های نغزش نویم مرحمت کدام داستان بیا داستان بیا یک جای شیرین تارتا میبریم همه نیت‌های نغز نویم برای شما یان با داستان امروز زادروز می راست است می چون اینستاگرام پذیرایی نکردن امروز اینستاگرام و پذیرایی زور از آن دوران شد برای امروز عزیز جان بچه‌ها زادروز شد همه تشویش زادروز که این کس برای سموسا خوری سموسا کوفته گشتن ساعت یکی روز خودشان حیران که امروز زادروزی من نمیگفته الان خیلی لحظه های خرسندی الان خیلی لحظه های شادی در تعریف میماند زادروز مبارک پگا بودن سوری پگا میرم خدا خد از این کس بایم پرویز بیا مرحبا از جون جوریم صدا دارد در دیراش چی یا تو نمی‌خوام مشورت تبریک میکنیم از جون صدا دارد در دوشی موضوع اول زورا مشورت اما خوش فرصت گشته اثر پدر مادر سوق سلامت مکتب و حال اون تمام کردن داستان چه امروز تبریک کن بعد از ساعت 12 شب از اینجا گشته قرضش میتید تبریک جورا صد بدرو اینجا باشی ساق باش سری پدر مادرت با ساق سلامت باش وقتی هم باشون با وقتی جورو با هر سال هم خیلی خورسندی شوه و هم خیلی دوره شوه یوشونه ما خورسند شویم اون رو دراز شوه جورا از اکرم شعر میخواند یا نیمان آماده کنی اکرم اگر که همین سویتو گراندگی باشد اگر خودم پیشش به میرفتم پیش به پا نخورده یو اکرم بیا بیا کنی یک قطار شده ایستیم اکرم بیا گریخته رفت چکه دوید وای طرف دار کامره انا گریخته خیلی نباشد یک جای شیرینی رو میگیرانیم و میبریم و از آن تنور میکنیم بعد از آن امروز روزی خورسندی زادروزی رو با یک درجه اعلی میگذارانیم داستان تو هم بیانه بر از این کلیستا جشن یک جای زادروز یک جای جشن میگیریم Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей
Бульвар. С днем рождения всех, у кого сегодня день рождения. Спасибо вам. Я вас люблю. ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ زی بحر هیچ بر هیچ مپیچ دانی که زی آدمی میماند و بس مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. عزیزان، در این دنیا که هر یک لحظه های ما غنیمت است، تنها مهر و محبت میماند. البته وظیفه جماعی ما باشد این لحظه های خرسندی پر از شادی را نوار گرفته به کتاب کلانترین شهنان جای کردن است. امروز باشد ما عزیز جان را از نام اهل عائله‌شان تبریک کرده آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم و مانند هر روز و هر وقت میگویم با ما باشید، با شبکه شهنان و البته خود را احتیاط کنید.